سلام به همراهان راست‌های موفقیت. امروز قراره به دنیای یکی از بزرگترین نوآورهای عصر حاضر که کسی نیست جز ایلان ماسک سفر بکنیم. از تسلا گرفته تا بورینگ کمپانی، ایلان ماسک همیشه در حال شکستن مرزهای غیر ممکنه. توی این ویدیو قراره به 10 تا از مهمترین عادتهای روتین این نابغه بپردازیم که کمک کرد بهش به این موفقیت‌های بلند پروازانه برسه. پس با من همراه باش که یاد بگیریم چطور مثل ایلان فکر بکنیم و عمل بکنیم. برو بریم. شماره 1، اولویت بندی و مدیریت زمان. ایلان زمانش رو به شدت مدیریت میکنه و برای هر کاری یه اولویتی قرار میده. اون از تکنیک تایم بلوکینگ استفاده میکنه تا مطمئن بشه که به مهمترین کارهاش میرسه. مثلا ایلان روزش رو به بازه‌های 5 دقیقه‌ای تقسیم میکنه و برای هر بازه کار مشخصی رو تعیین میکنه. این کار باعث میشه که بتونه روی هر کار به صورت متمرکز وقت بذاره و از اتلاف وقت جلوگیری بکنه. شماره 2، یادگیری مداوم. ایلان عاشق یادگیریه و همیشه مدام در حال خوندن کتاب و مقاله در زمینه‌های مختلفه. اون معتقده که برای موفقیت باید بتونیم دانش خودمون رو به روز نگه داریم. مثلا ایلان ماسک توی یکی از مصاحبه‌اش گفته که چطوری تونسته با خوندن کتاب مهندسی موشک اصول اولیه این علم رو یاد بگیره و اسپیس ایکس رو تأسیس بکنه. شماره 3، تفکر از اصول اولیه. ایلان ماسک به جای تقلید از دیگران سعی میکنه مسائل رو از پایه و با استفاده از اصول اولیه حل بکنه. این روش بهش کمک میکنه تا راههای نوآورانه و خلاقانه رو پیدا بکنه. مثلا ایلان ماسک میخواست هزینه باتری های تسلا رو کاهش بده. به جای قیمت گرفتن از تولید کننده ها اومد مواد اولیه باتری ها رو بررسی کرد. دید میتونه با مواد ارزونتر باتری های با کیفیت بالاتر تولید بکنه. شماره 4، کار سخت و پشتکار. ایلان ماسک به سخت کوشی و پشتکار خیلی اعتقاد داره و برای رسیدن به اهدافش ساعت‌های طولانی رو کار میکنه. مثلا ایلان ماسک در مصاحبه‌ای گفته که در اوایل کار تسلا و اسپیس ایکس هفته 80 تا 100 ساعت کار کرده و حتی شبها در دفتر کارش میخوابیده. شماره 5، ریسک پذیری. ایلان ماسک از ریسک کردن به هیچ عنوان نمیترسه و حاضر برای اهداف بزرگش ریسک های بزرگی رو بپذیره. مثلا تأسیس اسپیس ایکس یک ریسک خیلی بزرگ بود، چون توی اون زمان هیچ شرکت خصوصی نتونسته اون موشک به فضا پرتاب بکنه. اما ایلان ماسک این ریسک خیلی بزرگ رو پذیرفت و موفق شد. شماره 6، تمرکز بر حل مشکلات. ایلان ماسک به جای تمرکز بر پول و ثروت بر روی حل مشکلات بزرگ تمرکز میکنه. اون معتقده که اگر مشکلات رو بتونه حل بکنه پول و ثروت به دنبالش میان. مثلا ایلان ماسک تسلا رو تأسیس کرد تا مشکل آلودگی هوا رو حل کنه و اسپیس ایکس رو تأسیس کرد تا انسانها رو به مریخ ببره. شماره 7، بازخورد گرفتن و بهبود مستمر. ایلان ماسک همیشه از بازخورد گرفتن استقبال میکنه و همیشه سعی میکنه از اشتباهاتش درس بگیره و اونها رو به طور مداوم و مکرر بهبود ببخشه. مثلا ایلان ماسک در مصاحبه گفت وقتی موشک فالکون 1 اسپیس ایکس 3 بار پشت سر هم منفجر شد، اون و تیمش از این شکست ها درس گرفتن و تونستن موشک فالکون 9 رو با موفقیت پرتاب بکنن. شماره 8، داشتن چشم انداز بزرگ. ایلان ماسک چشم اندازهای بزرگ و بلند پروازانه‌ای داره و همیشه سعی میکنه کارهایی رو بکنه که قبلا غیر ممکن به نظر میرسیدن. مثلا هدف ایلان ماسک اینه که انسانها رو به یک گونه بین سیاره‌ای تبدیل بکنه و تمدن بشری رو در سیارات دیگه گسترش بده. شماره 9، استفاده از شبکه‌های اجتماعی. ایلان ماسک از شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر برای ارتباط با مخاطبینش، تبلیغ محصولاتش و به اشتراک گذاشتن ایده‌هاش استفاده میکنه. مثلا ایلان ماسک اغلب در توییتر به سوالات کاربران پاسخ میده و نظراتشون رو درباره محصولات تسلا و اسپیس ایکس میپرسه. شماره 10، ساده سازی فرآیندها. ایلان ماسک همیشه به دنبال ساده سازی فرآیندها و بهبود فراوریه. مثلا ایلان ماسک در تسلا فرآیند تولید خودرو رو با استفاده از ربات‌ها و اتوماسیون ساده تر کرده و سرعت تولید رو افزایش داده.
خب اینم 10 تا از عادتهای روتین مهم ایلان ماسک که میتونه زندگیتون رو متحول بکنه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید و نظراتون رو با من به اشتراک بذارید. و از همه مهمتر اگر دوست داری ویدیوهای بیشتری در مورد زندگی و عادتهای افراد موفق ببینی حتما کانال رازهای موفقیت رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنار سابسکرایب من فعال بکنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.